برخورد با عرضه کنندگان و تولید کنندگان محصولات غیر استاندارد. بیش از 70% یخچال و فریزرهای فروشگاهی غیر استاندارد هستند. مصرف انرژیش بسیار زیاده. دست خیلی راحت قسمت‌های داخلی یخچال وارد میشه. کابل این الان ارت نداره. عایق بندی ها درست انجام نمیشه. شیشه‌هایی هم که حتی روی اینا داره استفاده میشه شیشه غیر استاندارده. عده‌ای فقط چند تا از محصولاتشون رو استاندارد کرده بودن. 4 تاش استاندارد گرفتیم کلا. برخی هم از استاندارد اجباری داشتن این گونه محصولات ابراز بی اطلاعی می‌کردن. استاندارد نه. اطلاع رسانی که معنی شده که عدم اطلاع از قانون رفع مسئولیت نمی‌کنه. مصرف کنندگان هم یا از فواید تولید استاندارد بودن محصول خبر نداشتن و یا دل پری داشتن. یخچال رو 11 درجه تنظیم شده. برای یخچال این دما مناسبه به نظر شما شب خاموش می‌کنین، صبح دوباره روشن می‌کنین، این باعث میشه مواد غذایی داخلش خراب بشه. با احتساب هزینه برقی که برامون میاد ما اینا رو رایگان در اختیار مشتری قرار میدیم. تولیداتی با برندهای جعلی به مارک ترک یه اس اضافه کردن و اومدن به عنوان مارک خودشون یه گمراهی مصرف کننده است. برای خود منم سواله که اسم خودشون هم قبول ندارن. نتیجه اخطارهای مکتوب و پلمپ‌های پی در پی. توقیف می‌کنیم، به مراجع قضایی هم پرونده رو ارجاع میدیم. بیش از این هم دیگه تعلل جایز نیست. سری هم زدیم به واحدی که اولین گواهینامه استاندارد رو در زمینه تولید یخچال‌های ویترینی و فروشگاهی در کشور دریافت کرده بود. دارای پلاک مشخصات فنی هست که علامت استاندارد، کد 10 رقمی، حجم مفید روی این محصول درج شده. دارای حفاظ پشت جهت جلوگیری از دسترسی به قسمت‌های برقدار و همچنین دو شاخه ارتدار هست. آزمون‌های عمل کرده دمای ایمنی الکتریکی و مصرف انرژی الکتریکی انجام میدیم. استفاده از مواد اولیه مرغوب و رعایت همه موارد ایمنی، همه اینا دست به دست هم داده و کمکمون کرده که ما بتونیم مجوز استاندارد به راحتی دریافت کنیم. سالانه بیش از 35,000 دستگاه انواع یخچال‌های ویترینی و فروشگاهی در این واحد تولید میشه. از 32 واحد تولید کننده یخچال‌ها و فریزرهای ویترینی و فروشگاهی در استان اصفهان تنها 4 واحد موفق شدن پروانه کاربرد علامت استاندارد رو دریافت کنند. طرح برخورد با تولید کنندگان غیر مجاز با قوت ادامه داره. محمد حسین مهمنپوش، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.